در بین مذاهب اربعه چه کسانی رفع نمی کنند؟ تنها احناف نمی کنند یا نه کسان دیگر هم نمی کنند؟ کسانی دیگر هم نمی کنند. اونها کیان؟ امام مالک رحمه الله امام اهل مدینه هم رفع یدین نمی کند، امام اعظم هم نمی کند. حالا داستانش کوتاه میکنم، خلاصه بگم. اول اینو بدانید که ائمه‌ای که نزدیکتر هم به صحابه امام ابو حنیفه است که صحابه رو دیده تابعی هست، بعد امام مالک خودش هم که فاصله بیشتر از امام اعظم در سال 90 هجری امام مالک متولد می شود. امام شافعی شاگرد امام مالک و شاگرد امام محمد و امام محمد شاگرد امام ابو حنیفه هست، یعنی نوه امام اعظم حساب میشه. امام احمد ابن حنبل شاگرد کیه؟ امام احمد ابن حنبل شاگرد امام شافعی، امام شافعی شاگرد امام محمد، امام محمد شاگرد امام ابو حنیفه. این فاصله اینجا هست. اونها که نزدیکترن به اصل صحابه و صحابه ریزه اونها میگن که نه رفع یدین نیست. چرا نیست؟ علت می آورند. علت این است که حدیثی که حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه می آورد می فرمایند که نبی من پشت نبی کریم نماز خوندم، ابوبکر صدیق نماز خوندم، عمر فاروق نماز خوندم، اینها رفع یدین فقط در جای می کردند که به اصطلاح در تکبیر احرام، تکبیر اول تکبیر اولا دوباره نمی کردند. یکی گفت همین که داری ما میکنی. یکی از علقمی پرسید که عبدالله ابن مسعود میگه که رفع یدین نیست، در حالی فلان صحابی میگه که دیده نبی که رفع یدین کرده، فلانی دیده نبی که رفع یدین کرده. حضرت علقمه که شاگرد ارشد امام حضرت عبدالله ابن مسعود جواب جالبی داد، گفت فلانی یک بار دید نبی کری رفع یدین کرده، اما عبدالله 50 بار دید که نکرده. چرا؟ چون در مدینه زندگی نمیکنه، یک بار آمد و رفت. اما عبدالله مسعود در شهر مدینه بود و خادم نبی کریم بود، صاحب النعل و سواک بود، یعنی خود به اصطلاح کفش های نبی کریم دست او بودن، مسواک دست او بود، میشه ملاحظات کثیری داشت. این میگه نه نبوده. این یک دلیل بعدی حدیثی داخل صحیح بخاری آمده برای رفع یدین، راوی آن عبدالله ابن عمر هست. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خودش رفع یدین نمیکنه، خیال جمع باشه. خودش راوی حدیث داخل صحیح بخاری عبدالله ابن عمر هست. اما امام طحاوی رحمه الله که مذاهب را توضیح میدهد و قول راجح را می آورد، امام طحاوی محدث بزرگ هم اصل اصحاب سیاسته کل می آورد ثابت می کند که عبدالله ابن عمر رفع یدین نمی کرد. شعبی رحمه الله می گویند که من 2 سال با ابن عمر بودم، اما ابن عمر رضی الله عنه رفع یدین نمی کرد. پس خودش میگه نبی کریم کرده اما خودش نمی کنه. دو اشکال میگه، چرا خودش نمی کنه؟ اگر خودش قصداً ترک کرده خلاف نبی کریم کرده پس حدیث او حجت نیست. حدیث اون حجت نیست، چون مشکل دار می، اما میگه صحابی اینجوری نبودن. پس مگر این در نزد صحابی خلاف رفع یدین ثابت شده. این 2 تا دلیل. بعد دلیل سوم داخل صحیح بخاری میگه نبی کریم فی کل خفض و رفع، در هر بالا پایینی رفع یدین میکرد، در بعضی میاد در بین سجده ها رفع یدین میکرد. چرا حضرات نمیکنن؟ چرا بین سجده ها نمیکنن؟ چرا این حدیث ترک کردن؟ حدیث صحیح ما هست. وقتی واقعا شما میگی که ما حدیث میگیری و ما رو متهم میکنی اتؤمنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض میگیری بعض انکار میکنید. اگه میگی کامل بگیر، ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام کامل وارد شو. پس اونجا هم رفع یدین بکن، بین سجده ها هم بکن، اونجا هم بکن. چرا اونجا نمیکنی؟ بعض این است که حدیث استراب دارد. حدیث استراب، بعضی اینجا کرده، بعضی اونجا کرده، بعضی فقط اینجا کرده، بعضی فقط اونجا کرده. حدیث استراب داره. حدیثی که استراب داشته باشه حجت قرار نمیگیرد. دلیل بعدی الله این که ما نمیکنیم، ما نمیگیم اونها گناه میکنن، اونها گناه نمیکنن. اولا ما میگیم بهترین است که نکنیم، اونها میگن بهترین است بکنیم. همین اختلافه. اما یک نظریه بعدی دیگه، امام مالک، ما در خود اسلام 2 شهر داشتیم مرجع بودن، 2 شهر داشتیم مرجع بودن. یکی مدینه طیبه بوده، یک کوفه بوده. شهرهای مرجع مرکز اردوگاه صحابه بوده. مدینه منوره نبی کریم بودن، خلفای راشدین بودن، 3 تا خلیفه، و کوفه خلیفه 4 و جماعت بزرگ صحابه کرام در کوفه اومدن به خاطر حمله به ایران.
در کوفه امام اعظم زندگی میکنن، در مدینه امام مالک زندگی میکنن. امام مالک میگویند به عملی که در مدینه انجام میدهند او حجت هست، اعمال اهل مدینه حجت. میگوید در مدینه کسی رفع یدین نمیکنه. همه بچه های صحابه هن، همه تابعین بچه های صحابه پدرانشون چیکار کرده؟ بگی اینا کسی اینجا نمیکنه، پس معلوم پدرون نکرده و پدرون از پیغمبر دیده. امام مالک میگه در شهر من کسی رفع یدین نمیکنه، پس من هم نمیکنم. علی نگاه بکنید، این هم دلیلی هست چون تعامل اونجا ترک شده. اینو میگیره. اون روایت زیاد اومده که رفع یدین بوده، اما این روایت میگه نبی کریم کرده، کی کرده؟ اول کرده، آخر بود تا آخر. اصل صحابه چگونه اونا به این صورت ساکته. اونها که میکنن هم اولا برای اونها جواز نماز کسی باطل نمیشه، اما کسی معتقده که این واجبه و اونها ترک واجب کرده گناه کردن، این قطعا